نام ما الا ولدرا مقواریو است. ما از شمال فیلیپین می باشم و 50 سال هستم. ما به روایت مردم در پنتیکوستل گروپ تعمید داده شدم. هدف ما در زندگی کشیش‌های پروتستانت میگفتند در او زمان هدف زندگی من سلوشن می باشد. وقتی که من در وزارت شهرزادی کار میکردم در فیلیپین، کاکایم به من زنگ زد و گفت که از آمریکا بعضی اشخاص میآیند و ما را در بخش مدیریت شهرزادی تعلیم میدهند. پس من حتما باید در او آموزش شرکت کنم. یک روز به کتابخانه رفتم و برای اونجا آمادگی می گرفتم. برای تشریفات آمادگی می گرفتم. نمیفهمم که او کتاب به نام وحدانیت خدا چرا در او کتابخانه وجود داشت. در آن دین میفهمین که عیسویت به خدای سگانه اعتقاد دارد: خدای پدر، خدای پسر و خدای روح. در اون کتاب گفته شده بود که اگر میخواهید در امان باشید پس بدانید که فقط یک خدا وجود دارد. گفتم چطور امکان داره؟ وقتی که این اشخاص یا نماینده ها از آمریکا آمدند، از کانادا آمده بودند، من نظر خود را و سوال خود را مطرح کردم. گفتم برادران، کسی مرا پریشان میکنه. کدام کسی یا کدام چیزی مرا نسبت به اعتقاد ما شاکی نموده است. پس سوال را مطرح کردم: وقتی که ما وارد بهشت میشویم مورد لطف کدام یکی از خداها قرار میگیریم؟ یکی از برادرها که از کانادا آمده بود گفت: خواهر، چه قسم سوال است؟ و گفت: آیا نمیفهمی که خدای پدر در بهشت مورد لطف خود قرار میدهد؟ اما رئیس سازمان فیلیپین گفت: نه خیر برادر. با او مخالفت کرد. مطابق وحی نازل شده در بهشت حضرت عیسی کسی است که مورد لطف خود قرار میدهد. و باز گفتم روح مقدس چی کار میکند؟ تمام اونا با این سوال متعجب شده بودند. هیچ کس نتانست که در اونجا سوال مرا جواب بده. اونا گفتن: خواهر، هیچ وقت چنین سوالات را مطرح نکنید، مخصوصا وقتی که در اجتماع باشیم. گفتم چرا؟ گفتند به خاطر که چنین سوالات اذهان اعضای کلیسا را مغشوش میکنه. من از او کلیسا بیرون شدم و به یک سازمان دیگه ملحق شدم. به منیلا رفتم و میفهمند قلبم نارام بود. نمیفهمم. تصمیم گرفتم که تمام ادیان را باید مرور میکنم. کدام دین واقعا درست میباشه و روح مرا آرام کرده میتونه. وقتی که در امارات فرود آمدم، دین اسلام مرا به حیرت آورد. وقتی که درباره دین اسلام معلومات را کسب کردم، واقعا علاقه‌مند شدم. مشاهده کردم که مردم چطور خدای خود را عبادت میکنند. یعنی مسلمان های خدای خود را چطور عبادت میکنند. مشاهده کردم و دریافتم که نسبت به دینشان واقعا صادق هستند. اما هدف من بود که دین خود را با اونها شریک بسازم. با اونا میگفتم که شما باید حضرت عیسی را حافظ خود بدانید. اونا لبخند میزدن. سوال کردم: آیا حضرت عیسی را میشناسین؟ یقینا ما حضرت عیسی را میشناسیم. حضرت عیسی در اسلام پیامبر ما است. چی؟ در اسلام پیامبر شما میباشه؟ باز اونا برای توضیح دادن. گفتم درست است. میخوایم در مورد دین شما بفهمم. اگر اونا بگویند که دینشان دین درست است، چرا رفتار آنها درست نمیباشد؟ اونا مهربان نیستن. اونا هیچ احترام را یاد ندارند. در او زمان میگفتم که او مردمای دیگر را احترام نمی کنند. پس عیسوی‌ها را هیچ وقت احترام نمی کنند. گفتم: او خدای من، مرا با یک مسلمان واقعی روبرو بساز. و الحمدلله الله سبحانه و تعالی مرا به سوی یک خانواده راهنمایی کرد و فقط به وسیله همان خانواده الله ذهن مرا باز کرد. قلب مرا روشن ساخت. قوه درک مرا بیشتر کرد.
و بعد از او کسایی که مرا هدایت کرده بودند و ما کتاب دادند. همونا را بازم دیدم. اونا مرا به گفتن کلمه شهادت تشویق کردند و گفتند تو هم میتونی مثل ما مسلمانا این کلمه شهادت را بگویی و ما این کلمات را خواندم. و من گفتن حال تو مسلمان هستی. چی؟ قدر آسان؟ گفتن بله، آمدن به اسلام بسیار آسان است. همچنان بسیار آسان است که از اسلام خارج شوید. آرامش ذهنی پیدا کردم. آرامش قلبی و آرامش ذهنی پیدا کردم. قسمی که یادآور شدم در دوران عیسویت آرامش نداشتم. سوالات بسیار زیادی داشتم که هیچ کس نمیتونست به اونا جواب بده و مرا قانع بسازه. اما در اسلام با تمام سوالای من جواب داده شد. بیشتر اعضای خانواده ما حال مسلمان شدند و اونا پیرو اسلام هستند. شما باید پایبند باشید. اگر به اعتقادات خود پایبند باشید، اسلام دین درست است، پس به اسلام روی بیارین. تمام چیزها را گوشه بانین و بالای خود تمرکز کنید. پایبند باشین و به اسلام روی بیارین.